فصل 4: چگونه دیگران را جذب کنید. مردم اهمیت نمیدن که چقدر میدونید تا زمانی که بدونن چقدر اهمیت میدید. روانشناسا میگن هسته شخصیت اعتماد به نفسه. این اصطلاح به بیان ساده تر و بهتری تعریف شده. چقدر خودتون رو دوست دارید؟ اعتماد به نفس به این معنیه که شما احساس کنید چقدر مهم و ارزشمند هستید. انسان ها شدیداً احساساتی هستند و از روی احساسات تصمیمات رو میگیرن و سپس اونها رو با منطق توجیه میکنن. مردم به شدت تحت تاثیر محیط احساسی خود و به ویژه رفتار دیگران نسبت به خود هستند. شما از کودکی شرطی شدید که در برابر و عکس العمل‌های والدینتان نسبت به خود بسیار حساس و زودرنج باشید. پویایی این مشاجره‌های زود هنگام اغلب پایه ارتباطات شما را با دیگران در زندگی پیریزی می‌کنند. وقتی کاری را برای دیگران انجام می‌دهید، معمولاً یا اعتماد به نفس احساس درونی مثبت بودن شما تقویت می‌شود یا از تحقیر شدن شما توسط افراد یا شرایط دیگر جلوگیری می‌کند. راز جذبه. انسان به طور ذاتی شدیداً نیاز داره که او را ارزشمند بدونید. بنابراین راز جذبه ساده: کاری کن که دیگران احساس مهم بودن کنند. 5 راه برای جذاب بودن. هرچه بیشتر افراد در حضور شما احساس مهم بودن کنند، بیشتر به جذاب بودن شما پی خواهم برد. خوشبختانه میدونیم که چگونه به افراد احساس شگفت انگیزی درباره خودشان بدهید. این رفتارهای کلیدی میتونن در 5 دسته خلاصه بشن: پذیرش، تقدیر، تأیید، تحسین و توجه. پذیرش: بزرگترین هدیه‌ای که میتونید به افراد دیگه بدهید نگرش توجه مثبت و بی قید و شرط. یعنی اونا رو به طور کامل و بی حد و حصر پذیرا باشید. هرگز از اونا انتقاد و عیب‌جویی نمی‌کنید. همه چیزشون رو کاملا قبول می‌کنید، چنان که گویی اونا معجزه طبیعتن. این نقطه شروع جذاب بودنه. چگونه پذیرش تمام و کمال خود را بیان می‌کنید؟ ساده است. لبخند بزنید. وقتی به افرادی که شما را نگاه می‌کنند با خوشحالی لبخند می‌زنید. اعتماد به نفس اونا خود به خود افزایش پیدا میکنه. اونا احساس خوشایندی درباره خودشان پیدا میکنن. اونا احساس میکنن افراد خیلی مهم و ارزشمندی شدن و شخصی که این احساس را به اونا القا میکند رو دوست دارن. اونا شما را فرد با جذبه‌ای پیدا میکنن حتی قبل از اینکه چیزی بگید. تقدیر: هرگاه از دیگران به خاطر کاری که چه کوچیک چه بزرگ انجام دادن تقدیر کنید، اعتماد به نفسشون بالا میره. اونا احساس میکنن ارزشمند و مهمتر هستن. احساس قابلیت و توانایی بیشتری میکنن. تصور اونا از خود بهتر شده و عزت نفسشون افزایش پیدا میکنه. در این حالت بازده 2 برابر میشه. هرگاه به فردی لبخند میزنید یا از او تقدیر میکنید، نه تنها اعتماد به نفس و احساس مهم بودن میکنن، بلکه در مورد خود شما هم همینطوره. هر زمان کاری میکنید یا چیزی میگید باعث میشه افراد دیگه خودشان رو بیشتر دوست داشته باشن. در واقع خودتان را بیشتر دوست دارید. هرچه بیشتر خودتون را دوست داشته باشید، حقیقتا دیگران را بیشتر دوست خواهید داشت و اهمیت بیشتری برای اونا قائل خواهید شد. هرچه بیشتر خود را دوست داشته باشید، کمتر نگران این خواهید بود که آیا تأثیر خوبی بر دیگران میذارید یا نه، و خود به خود به فردی با جذبه تر تبدیل میشید. تأیید: گفته میشه که بچه‌ها برای اون گریه میکنن و مردها برای آن میمیرن. همه انسان‌ها در طول زندگی نیاز شدید ناخودآگاهی به تأیید رفتارها و موفقیتشان دارند. تأیید هر میزانی که باشه انسان رو خیلی راضی نمی‌کنه. این نیاز مانند نیاز به غذا و استراحت مداومه.
افرادی که پیوسته به دنبال فرصت‌هایی برای تایید دیگران هستند و هر جایی که پا میذارن مورد استقبال قرار میگیرند. شاید بهترین تعریف برای تایید ستایشه. این موضوع به اندازه مهمه که در فصل‌های بعدی به اون خواهیم پرداخت. فقط این نکته رو به خاطر داشته باشید که هرگاه افراد دیگر رو به خاطر کاری که انجام داده‌اند ستایش کنید، اعتماد به نفسشون افزایش پیدا میکنه. اونا احساس شگفت انگیزی درباره خود پیدا میکنن و شما رو فردی جذاب و باهوش و بسیار دوست داشتنی و فوق العاده با جذبه پیدا میکنن. تحسین بنا به گفته آبراهام لینکلن، همه تحسین را دوست دارند و وقتی ویژگی، دارایی و موفقیت افراد را صادقانه و خالصانه تحسین میکنید، اونا ناخودآگاه احساس بهتری درباره خود پیدا میکنن. اونا احساس میکنن فرد مورد تایید، ارزشمند، مهم و مقبولی هستند و در نتیجه اونا خود و شما را بیشتر دوست خواهند داشت. از نوع پوشش فرد تعریف کنید. یکی از خصوصیات او مثل وقت شناسی یا پیگیری را تحسین کنید. شخص را به خاطر بردن جایزه یا رسیدن به هدفی مورد تحسین و تشویق قرار بدید. او را به خاطر کارهای کوچک و بزرگی که انجام داده تحسین کنید. همیشه در فرد دنبال چیزی بگردید که از اون تعریف کنید و هر بار که چیزی پیدا میکنید این فرد شما را بیشتر دوست خواهد داشت و شما را فردی با جذبه تصور میکنه. توجه، این خصوصیت شاید مهمترین خصیصه در بین خصوصیات دیگره و موضوع چند فصل از فصلهای بعدی خواهد بود. این خصیصه قدرتمندترین رفتار برای ایجاد اعتماد به نفس است و کلید جذبه آنی است. وقتی به افراد دیگر کاملا توجه کنید، آنها احساس می‌کنند که ارزشمندتر و مهمتر هستند و شما را بیشتر دوست خواهند داشت. این 5 خصیصه قدرتمندترین راهکارهایی هستند که تاکنون برای ایجاد اعتماد به نفس کشف شده‌اند. هنگامی که با تمرین بر اونا تسلط پیدا کنید، به یکی از جذابترین و با نفوذترین افراد در محیط اجتماعی و حرفه‌ای خود تبدیل خواهید شد. راهکارهایی برای جذب دیگران. دفعه بعد که با یک شخص خیلی مهم یا حتی کسی که با او کار میکنید ملاقات کردید، این تمرین رو انجام بدید. تصور کنید در جوانی دوست عزیزی داشتید که بسیاری از تجربه‌های عاطفی و مهم دوران جوانی خود را با او تقسیم کردید، اما سالها گذشته و او را ندیدید و خبری ندارید که دوستتون کجا رفته. یه روز وقتی تو خیابون قدم میزنید یا شاید هم مشغول کاری هستید، ناگهان اونو میبینید. شما غافلگیر و دستپاچه و غرق در سیلی از خاطرات و محبت میشوید. تمام صورتتون میدرخشه و فقط به این فکر میکنید که این تو هستی؟ شما از دیدن این شخص خیلی خوشحالید. در اون واحد هیجان زده، خوشحال، سپاسگزار و احساساتی میشوید. از این پس هنگام برخورد با شخص یا اشخاصی که برایتان مهم هستند، به خصوص کسانی که دوستشون دارید یا دوستان عزیزتان، همین حس را بیافرینید و چنان رفتار کنید که گویی اونا رو بعد از یک غیبت طولانی پیدا کردید و بگویید ای وای این تو هستی. با این افراد خاص طوری برخورد کنید که گویی از دیدن اونا به طرز باور نکردنی خوشحال شده اید. چنان رفتار کنید که گویی اونا مهمترین فرد در جهان هستند. مهم نیست که این افراد چه کسانی هستند. آنها تصور خواهند کرد که شما فردی به طور باور نکردنی با جذبه هستید.
خب دوستان، به پایان فصل 4 رسیدیم. چه فکر میکنید؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده بود که با این 5 میشه جذبه خودمون رو بالا ببریم؟ نظراتتون رو برام بنویسید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا اونا هم از این کتاب ارزشمند استفاده کنن و روی شخصیت و رفتار خودشون بیشتر تمرکز کنن. فصل 5، جادوی گوش کردن. توجه مجذوبان بالاترین شکل تملق است. توانایی شما برای خوب گوش کردن در یک گفتگو اجتماعی یا تجاری میتواند به اندازه هر مهارت دیگری به پیشرفت شما کمک کند. یکی از مهمترین ویژگی‌های یک رهبر توانایی او در جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسیدن و گوش کردن دقیق به گفته‌های افراد است. هوش عاطفی به این نتیجه رسید که توانایی انسان‌ها در برقراری ارتباط عاطفی با افراد EQ شاید خیلی بیشتر از IQ در موفقیت آنها حیاتی است. مهمترین ویژگی EQ را تحت عنوان حس همدردی یا توانایی درک و هم‌احساسی با سخن افراد و منظور واقعی آنها را بیان می‌کند. هارت گاردنر از دانشگاه هاروارد این ویژگی را تحت عنوان هوش اجتماعی تعریف کرده است که همانطور که در ابتدای این کتاب اشاره کردیم سودآورترین و مهمترین نوع هوش در جامعه ماست. خوشبختانه این هوش میتواند تنها از طریق یک شنونده خوب بودن کسب شود. 4 راه حل کلیدی برای گوش کردن واقعی. هر نوع کتاب، مقاله یا دوره آموزشی در نهایت به همین نتیجه ختم می شود. در اینجا 4 راه حل کلیدی برای گوش کردن واقعی ارائه می شود. اگر بر آنها مسلط شوید، نسبت جذبه شما به سرعت و بلافاصله افزایش پیدا می‌کند. اول اینکه با دقت گوش کردن است. بدون اینکه حرف دیگری را قطع کنید، با دقت و با سکوت کامل گوش کنید. چنانکه گویی هیچ چیز در دنیا و در آن لحظه برای شما مهمتر از حرفایی نیست که آن شخص میگوید. اگر کسی میخواهد با شما صحبت کند، به خصوص در منزل، بلافاصله تمام کارهای دیگرتان را متوقف کنید و همه توجهتان را به او جلب کنید. تلویزیون را خاموش کنید، کتاب یا روزنامه را ببندید و توجه خود را قاطعانه بر آنچه شخص دیگر میگوید متمرکز کنید. این رفتار بلافاصله از سوی شخص مقابل دریافت شده و مورد تقدیر قرار می‌گیرد و قدرت عاطفی بسیار زیادی در طی گفتگو به شما خواهد بخشید. طوری به فرد مقابل گوش کنید که گویی مبهوت سخنان او شدید. تصور کنید چشم‌هایتان لامپ‌های ماورابنفش هستند که صورت شما را برنزه کردند. وقتی شما به سخنان فرد دیگری مشتاقانه گوش دهید، این فرد به لحاظ زیست شیمیایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مغز او داروی شادی‌آور طبیعی یا اندورفین ترشح می‌کنه که باعث میشه فرد درباره خودش احساس خوبی پیدا کنه، اعتماد به نفس او بالا بره و خودش رو هم بیشتر دوست داشته باشه. مهمتر از همه شما رو به خاطر این حسن اخلاق که با دقت تمام و حرفای گوش داده اید بیشتر دوست داشته و اعتماد بیشتری به شما پیدا میکنه. نتیجه فوق‌العاده و شگفت آوری خواهد بود. دوم، مکث قبل از پاسخ دادن. به محض اینکه فرد مقابل خواست نفسی تازه کند، وسط حرفش نپرید، بلکه 5 ثانیه مکث کنید. اجازه دهید سکوت برقرار بشه. فقط آروم باشید. وقتی مکث میکنید 3 چیز اتفاق میفته که هر 3 خوب هستن. اول اینکه وقتی فرد مقابل بخواهد برای سازماندهی مجدد افکارش اندکی مکث کند، شما از قطع کردن سخن او اجتناب میکنید. دوم اینکه با مکث کردن به شخص خواهید گفت که سخنانش مهم است و شما با دقت به آن توجه میکنید. این امر ارزش فردی گوینده را تقویت کرده و باعث میشه به شما به عنوان شخصی با جذبه و باهوش نگاه کند.
سوم اینکه نه تنها صحبت‌های شخص بلکه منظور او را در سطح عمیق‌تر ذهن به واقع شنیده و درک می‌کنید. این کار رو یک بار امتحان کنید و نتیجهش را ببینید. سوم، پرسش جهت توضیح. هرگز وانمود نکنید که منظور شخص را از آنچه که گفت دقیقاً میدونید، بلکه با پرسیدن این سوال منظورت چیه یا دقیقاً منظورت چیست به او کمک کنید تا توضیح بیشتری درباره صحبت آخرش بدهد. یکی از مهمترین قوانین ارتباط این است: شخصی که سوال میکند اوضاع را نیز کنترل میکند. شخصی که به سوالات پاسخ میده تحت کنترل کسی است که سوالها را میپرسد. وقتی شخص در پاسخ به سوالی شروع به صحبت میکند، کاملا 100% از تمرکز و دقتش روی چیزی که میگوید، او نمیتواند به چیز دیگری فکر کند. او کاملا تحت کنترل فرد سوال کننده است. ترفندی که برای جذب کردن کسی با این روش باید به کار ببندید این است که پرسش‌های فکورانه ای را مطرح کنید. تمام افراد خوش صحبت و موفق این راهکار را شناخته و مرتباً آن را به کار می‌بندند. همان سخن را به شخص بازگردانید. آن را با واژه‌های خود بازگو کنید. این راه حل آزمایش نهایی برای گوش کردن واقعی است. گواهی بر اینکه واقعاً گوش می‌کنید، نه اینکه خود را به گوش کردن تظاهری که امروزه بسیار متداول است مشغول کنید. چهارم، همان سخن را به شخص بازگردانید. آن را با واژه‌های خود بازگو کنید. این راه حل آزمایش نهایی برای گوش کردن واقعی است. گواهی بر این که واقعاً گوش می‌کنید، نه اینکه خود را به گوش کردن تظاهری که امروزه بسیار متداول است مشغول کنید. هرگاه فرد صحبتش را تمام می‌کند مکث کنید و چیزی مثل این بگویید: پس فقط این کارو کردید، بعد این اتفاق افتاد، اون موقع این کارو کردید، درسته؟ تنها وقتی گوینده تایید می‌کند که این همان چیزی است که گفته و منظورش بوده، با پرسیدن سوال‌های دیگه یا توضیح درباره آنچه که گفته است به صحبت خود ادامه دهید. چرا زنان شنونده‌های بی‌نظیری هستند؟ به طور کلی زنان شنونده‌های بی‌نظیری هستند. زنان هنگام برقراری ارتباط طبق اسکن‌های MRI 7 نقطه از مغزشان کاملا درگیر می‌شود، اما در مردان تنها 2 نقطه است. مردان اغلب با بیمیلی به حرف‌های زنان گوش میدن، به خصوص اگر تلویزیون روشن باشد. این به آن خاطر است که مردان تنها می‌توانند یک ورودی حسی را در یک لحظه پردازش کنند. برای مثال آنها نمی‌توانند هم به تلویزیون نگاه کنند و هم به کسی که صحبت می‌کنه گوش دهند، در حالی که زنان خیلی بیشتر از این را به سادگی انجام می‌دهند. بدترین گناهی که یک مرد می‌تواند در حق همسرش مرتکب شود این است که وقتی او صحبت می‌کنه به حرفایش گوش ندهد. هر مردی از همسرش شنیده که با عصبانیت او را متهم می‌کند که تو به حرفای من گوش نمیدی. مردان معمولاً به سرعت پاسخ میدن بله گوش میکنن، سپس مچ او رو میگیرن، دست به سینه میایستد و طلبکارانه پرسد خب چی داشتم میگفتم؟ فقط وقتی که مرد بتونه صحبت‌های همسرش را تا حدی درست به او برگرداند، در آن صورت است که زن مطمئن میشه و حرفایش واقعا گوش داده. برای اینکه به فردی کاملا با جذبه تبدیل شوید باید بر روش‌های گوش کردن مسلط شوید، به خصوص اگر یک مرد هستید. افزایش این مهارت کلیدی در درجه اول مستلزم نظم و تصمیم خواهد بود، اما به مرور زمان ساده و غیر ارادی می شود. گوش کردن با یک تفاوت. گوش کردن واقعی به معنای گوش کردن با یک تفاوت است. این به آن معنا نیست که
آن به معنای این نیست که گوشت را به من بده تا یک داستان برای تعریف کنم، بلکه به این معنی است که مردم را متقاعد کنید کاملا درگیر چیزی که گفته می شود هستید. تجربه شخصی ران درباره جذب کردن افراد با گوش دادن به آنها. به خاطر دارم که در یک مهمانی به یکی از دوستانم که میزبان آن جشن بود نگاه می‌کردم. او داشت با فردی که برایم آشنا نبود با شور و حال غیرقابل وصفی صحبت می‌کرد. وقتی او رفت دوستم به طرف من اومد و گفت تو راجر پیتو میشناسی؟ آن مرد جذابی که چند لحظه قبل با او صحبت می‌کردم. راستش او یکی از جذابترین افرادی است که تا به حال دیدم. چقدر خوش صحبت، چقدر باهوش، خوش بیان، حیرت انگیز. تو باید اونو ببینی. او را نمیشناختم و در درونم لبخند زدم، زیرا او گفت خوش صحبت، باهوش، خوش بیان، حیرت انگیز. خب وقتی با آنها نگاه میکردم به نظر رسید او به سختی بیش از یک کلمه دو کلمه به زبون آورد، اما متوجه شدم که او شنونده فوق‌العاده است. با این طرز برخورد میزبانش را کاملا جذب خود کرده بود. راهکارهایی برای جذب دیگران. هر یک از تکنیک های گوش کردن واقعی، گوش کردن، مکث کردن، سوالهای فکورانه پرسیدن و بازگو کردن را در یک زمان امتحان کنید. با تمرین دقیق گوش کردن را در منزل یا در محل کار شروع کنید. تلاش نکنید که حرف دیگران را قطع کنید، فقط به دهان فرد مقابل چشم بدوزید. با استفاده از تکنیک های مختلف کنترل و هدایت گفتگو را تمرین کنید. شما متوجه خواهید شد که با سوال کردن و گوش دادن دقیق به جوابها میتونید در عرض چند دقیقه با شخص مقابل ارتباط عمیق‌تری برقرار کنید تا اینکه چند هفته تمام صحبت کنید. تا اینجا در مورد گوش کردن صحبت کردیم. در بخش بعدی به شما یاد میدیم که چگونه یک خانم رو به خودتون جذب کنید. اگر تا اینجا همراه من بودید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. فصل 6، جذب یک زن. دوبر با خود فکر کرد اگر خداوند چیزی بهتر از زن خلق می‌کرد مطمئناً آن را برای خود نگه می‌داشت. مردان و زنان بیش از آنچه در ظاهر مشخص است با هم متفاوتند. یکی از مهمترین کاربردهای جذبه این است که در برابر زنان اطراف خود با احساس و با جذبه باشید. زنان عاشق مردان با جذبه هستند. آنها می‌خواهند همیشه در کنارشان باشید. برای اینکه در برابر زنان با جذبه باشید باید بدانید که آنها چگونه فکر و احساس می‌کنند. سپس اگر می‌خواهید شما را دوست داشته باشند باید چیزهایی بگویید و کارهایی را انجام بدید که از لحاظ عاطفی بر آنها تأثیر بگذارد. ارزش فردی و اعتماد به نفس در زنان از کیفیت روابط آنها با افراد مهم زندگیشان سرچشمه می‌گیرد. زنان حتی خیلی بیشتر از مردان بر سیمای ظاهری و برداشت دیگران و نحوه برخورد آنها تاکید دارند. 3 نیاز اصلی هر خانم. قدرتمندترین و مهمترین نیازهای عاطفی بیشتر زنان عبارتند از محبت، توجه، احترام. خانم‌ها درباره افراد از روی محبت و علاقهشان به آنها و اطمینان و قابلیتشان در جهان قضاوت می‌کنند. آنها می‌توانند از ورای ظواهر خارجی به قلب و درون شخصی که با او صحبت می‌کنند نگاه کنند. راه جذب یک زن این است که کاملا و 100% مجذوب او و هر کلمه‌ای که به زبان می‌آورد بشوید، بدون آنکه جریان صحبتش را قطع یا متوقف کنید. باید به خود اجازه بدید که تمام و کمال شیفته زنی شوید که با او صحبت می‌کنید و می‌خواهید او را جذب کنید. مثل 2 جوان عاشق پیشه که نشسته و به چشم‌های یکدیگر نگاه می‌کنند. کمتر حرف بزنید، بیشتر گوش بدید.
روزی یک کمدین زن گفت من عاشق رفتن پیش روانشناس هستم. من 1 ساعت مدام درباره خودم حرف میزنم، درست مثل یک مرد در اولین روز ملاقات. این تماما یک حقیقت است. دفعه بعد که با یک زن ملاقات کردید مراقب باشید و در برابر او به هیچ وجه از خود و روزگارتان صحبت نکنید. برعکس از او سؤالهایی درباره خودش، روزگارش، زندگیش و علایقش بپرسید. سپس در سکوت و با توجه کافی به پاسخهای او گوش بدید. او شما را فردی با جذابه خواهد یافت. تجربه شخصی برایان درباره گوش کردن و سوال کردن. چند سال پیش زمانی که دانشجو دوره لیسانس بودم، خانم جوان و جذابی را برای صرف شام به رستوران دعوت کردم و در مدتی که شام می‌خوردیم از او سوالاتی درباره خودش پرسیدم. او درباره موضوعی شروع به صحبت کرد و از اتفاق ناگواری که برایش افتاده بود تعریف کرد. من چنان از اندوه او با یادآوری آن واقعه متأثر شدم که به خودم لرزیدم. گفتم از این اتفاقی که برای شما افتاده واقعا متأسفم و شما را درک میکنم. در حالی که چند دقیقه در سکوت نشستیم دستش را گرفتم و بدون اینکه نظری بدم او را به آرامش دعوت کردم. این برخورد شروع یک رابطه رضایت بخش بود. توجه صادقانه من به احساسات و تجربه او پیوند محکمی بین ما ایجاد کرد. تأثیرگذار باشید یا تحت تأثیر قرار بگیرید. وقتی با خانومی که میخواهید او را جذب کنید ملاقات میکنید، به جای اینکه درباره خودتان صحبت کنید و سعی کنید بر او تأثیر بذارید، تحت تأثیر او قرار بگیرید. از او سوال کنید و با او درباره آرزوها، علایقش، گذشته‌اش، اهداف و خواسته هایش صحبت کنید. طوری با او صحبت کنید یا به صحبت‌هایش گوش دهید که گویی او جذاب‌ترین شخصی است که تاکنون ملاقات کردید. هرچه بیشتر تحت تاثیر افکار، نظرات، منش و شخصیتش قرار بگیرید، او بیشتر تحت تاثیر شما قرار می‌گیرد. او شما را فردی کاملا با جذابه تصور می‌کند. راهکارهای برای جذب دیگران: یک خانم در زندگی خود، در محل کار یا در منزل انتخاب کنید و تصور کنید که او جالبترین و جذابترین فردی است که تا به حال دیده اید. با نزاکت و احترام فراوان با او رفتار کنید. به دهان او چشم بدوزید. از او سوال کنید و با دقت به جوابهایش گوش بدید. نگاه کنید چه مدت می توانید او را به صحبت کردن تشویق کنید بدون اینکه حرفش را قطع کنید یا درباره خودتان صحبت کنید. دفعه بعد هنگام ملاقات با زنی که دوستش دارید مهارت‌های پذیرش، تقدیر و تایید را تمرین کنید. از او درباره کار و زندگی شخصیش سوال کنید و در او چیزی بیابید که تحت تاثیر آن قرار گرفته یا حتی از آن متحیر شده. شگفتی این رفتارها در این است که هرچه بیشتر آنها را تمرین کنید، مخاطبانتان شما را حقیقتاً جالبتر و جذابتر تصور می‌کنند و شما را در تصور او فردی فوق‌العاده و با جذبه خواهید بود.